تا حالا شده بعد یه وعده غذا حس کنی یه آتیش کوچیک تو شکمت روشن شده؟ یا شبا با درد شدید بیدار شی و فکر کنی ای وای دوباره همون درد معده است؟ همین دردای مداوم ممکنه نشونه زخم معده باشه. امروز میخوایم با هم از ریشه تا درمان این بیماری رو بررسی کنیم. ببینیم که اصلا چی هست این زخم عجیب. سلام، من دکتر مهشید احتشامی هستم و قراره به زبون ساده همه چیز رو درباره زخم معده براتون باز کنم، بدون اصطلاحات پیچیده ولی با اطلاعات علمی درست. زخم معده چیه؟ زخم معده یه نوع زخمه روی دیواره معده یا ابتدای روده باریک، همون دئودنوم. دو علت شایعش رو بخوام بگم، یکیش باکتری هلیکوباکتر پیلوری هست که وارد دیواره معده میشه و باعث التهاب و فرسایش میشه. یعنی یه باکتری کوچیک میاد تو معدت، یه مهمونی بدون دعوت رو شروع میکنه و حسابی خرابکاری میکنه. دومی هم داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن که مصرف طولانیش باعث تحریک دیواره معده میشه. علائم زخم معده چی هست؟ درد سوزشی یا مبهم بین ناف و جناق سینه، احساس پر بودن یا سنگینی بعد غذا، سوزش معده و رفلاکس، حالت هوا یا استفراغ‌های گاه و بیگاه و گاهی هم کاهش وزن بدون دلیل. یه بیمارم میگفت هر وقت شام میخورم بعدش حس میکنم یه شمع وارمر وسط جناق سینم روشن شده، که بعد فهمیدیم زخم معده داره. چرا تشخیص سخته؟ خیلی‌ها فکر میکنن این دردا فقط سوء هاضمه یا نفخه. حتی آزمایش‌های اولیه هم ممکنه منفی باشه. راه قطعیش هم اندوسکوپیه. یه دوربینی وارد معده میکنن، زخمو میبینن. فکر کن یه دوربین ریز بره تو معدت بگه سلام اینجا یه زخم کوچیک داری و یه سلفی بگیره و برگرده. عوارضش در صورت درمان نشدن چی هست؟ خونریزی معده که با استفراغ خونی یا مدفوع سیاه مشخص میشه، سوراخ شدن دیواره معده که درد خیلی شدیدی داره و اورژانس محسوب میشه، انسداد معده که با استفراغ مداوم و کاهش وزن شدید همراهه. یه بیمارم چند هفته درد داشت، فکر میکرد خوب میشه، مقاومت میکرد تا وقتی که خونریزی شروع شد و تازه رفت دکتر و کارش به عمل کشید متاسفانه. انواع درمان‌های زخم معده چی هست؟ درمان دارویی مثل مهار کننده های اسید معده و آنتیبیوتیک برای هلیکوباکتر پیلوری، درمان تغذیه‌ای مثل پرهیز از غذاهای چرب و تند و قهوه و الکل و درمان با اصلاح سبک زندگی مثل کاهش استرس یا ترک سیگار. باورهای غلط چیا هستن؟ هر درد معده یعنی زخم. نه، سوء هاضمه یا چیزای دیگه هم میتونه باشه. زخم حتما به خاطر استرسه. نه، استرس فقط تشدیدش میکنه. با خوردن زیاد زخم خوب میشه. نه، حتی بعضی غذاها درد رو بیشتر میکنن. یکی از بیمارام صبح درد داشت، شبا شدت پیدا میکرد. فکر میکرد مشکلش فقط نفخه. بعد اندوسکوپی زخم دئودنوم یعنی همون قسمت ابتدایی روده باریک پیدا شد. یه بیمار دیگه با مصرف طولانی ایبوپروفن برای سردرد بدون اینکه بفهمه زخم معده گرفت. چطوری پیشگیری کنیم؟ با رژیم غذایی سالم و منظم، کاهش مصرف داروهای ضد التهاب طولانی، ترک سیگار و الکل، کنترل استرس، بررسی و درمان هلیکوباکتر در صورت نیاز. اینا مهمترین عوامل پیشگیری هستن. چند تا نکته غذایی بگم که خیلی مفیده. خوردن سبزیجات پخته یا کمچرب، سوپ مرغ یا جو برای آرامش معده، نخوردن همزمان غذا و نوشابه‌های گازدار، پرهیز از غذاهای تند و سرخ کرده. این کارا خیلی به معده کمک میکنن. چند تا نکته هم در مورد سبک زندگی بگم. وعده‌های غذایی کوچیک و منظم داشته باش، خواب کافی داشته باش، کاهش استرس با ورزش سبک یا مدیتیشن خیلی مفیده. اجتناب از دیر خوابیدن، اونم بلافاصله بعد شام سنگین خیلی مهمه. یه سری حقایق علمی جذاب هم بگم. هلیکوباکتر پیلوری بیشتر از نصف جمعیت جهان رو درگیر کرده، ولی همه زخم نمیگیرن. استرس و اضطراب اسید معده رو بیشتر میکنه ولی عامل اصلی نیست. بعضی داروها مثل آسپرین میتونن به سرعت زخم ایجاد کنن. زخم معده شایع اما قابل پیشگیری و درمانه. درد معده رو جدی بگیر. سبک زندگی سالم داشته باش و در صورت نیاز هم حتما سریعا اقدام کن. داروها و درمان به موقع میتونن جلوی عوارض خطرناک رو بگیرن.
اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن که حسابی انرژی بگیرم. حتما سابسکرایب کن و کامنت بذار بهم بگو تا حالا درد معده طولانی داشتی چطور ازش خلاص شدی. پس تا یه راز سلامتی دیگه مراقب خودت و بدنت باش.